سلسله گفتارها از علامات روز قیامت. بسم الله و الصلاة و السلام علی رسول الله و بعد. دومین علامتی که دلالت بر قریب شدن روز قیامت می کند این دو پاره شدن ماهتاب در زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم می باشد و همچنان اولی سوره قمر دلالت بر این می کند. خداوند جل شأنه می فرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. صدق الله العظیم. خداوند می فرماید قریب شد روز قیامت و ماهتاب دو پاره شد و این علامات یا معجزه را که این مشرکان می بینند روی می گردانند و بر پیامبری تو ای محمد و بر این معجزات تو ایمان نمی آورند و می گویند این سحری هست که رونده هست. علامه حافظ ابن کثیر رحمت الله علیه می فرمایند که این واقعه در زمان رسول اکرم صلی الله علیه و سلم رخ داد و اتفاق علما این هست که دو پاره شدن ماهتاب در زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم پیاده شد و یکی از معجزات آشکار از درگاه الله جل شأنه برای تأیید پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم می باشد. حضرت انس رضی الله عنه که یکی از صحابگانی برجسته پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به شمار می رود می فرماید: ان اهل مکه سألوا رسول الله صلی الله علیه و سلم ان یریهم آیه. مردم مشرک که در آن وقت در اطراف کعبة الله زندگی می کردند از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم طلب کردند تا که برای اونها معجزه نشان بدهد اگر او پیامبر حق است. فاراهم انشقاق القمر و برای اونها دو پاره شدن ماهتاب را نشان داد. در روایت دیگر آمده است که ماهتاب دو پاره شد، پاره بالای کوه ابو قبیس و پاره دیگر بالای کوه قعیقعان. و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بر این خاطر از پروردگارش پرسید تا این ماهتاب دو پاره شود. به خاطر این بود که مشرکین مکه بر نبوت پیامبر صلی الله علیه و سلم باور کنند و ایمان بیاورند. لیکن افسوس که خدا می گوید: و ان یروا آیة یعرضوا و یقولوا سحر مستمر. وقتا که می بینند معجزات پیامبر را روی می گردانند و می گویند که این سحری هست که زود است که می رود. تا علامات دیگر
در پناه الله مهربان بود.